سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. سلامونه ولیکې د میومن سټیوال چینل د جاوید وفا ستاسو درانه چوپړ کې د لمن د مزه خبرونه ستاسو د پاموړو ګرځي تر اخري د خبرونو زموږ ملتیا وکي نو نن راغلی ما ارزان بازار ته دغه هغه بازار ده چې دلته محصولات پکې ډېر ارزانه دي او د اختر په ویاړ زموږ خبرونه ده نو تاسو که کوای شئ چې د بازار نه راسئ لیدل وکړئ او ارزان توکي لاس ته راوړئ ځکه د اختر مبارکې شپې ورځې دي نو دوستانو تاسو که غواړئ زموږ خبرونه ښایسته سي نو تاسو کوای شئ چې سبسکرایب وکړئ په یوټیوب ټیک ټاک او دغه ترڅنګ په فیسبوک هم زموږ خبرونه تاسو کتای شئ او زموږ خبرونه تاسو خوند اخیستای شئ نو ورځو دلته د محصولاتو پوښتنې کوو له خلکو سره به مرکې ولرو او د چا د بازار جوړ کړی دی انشاءالله دوی نظریات به هم ځان سره شریکوو واقعا یو ښکلی بازار ده یو ښایسته بازار ده او دا به د اختر پورې به دا بازار دوام لري یي به نو ورځو به موږ هم باید چیزات ځان ته واخلو فهیم جان به هم راسره وي او مننه کومه چې تاسو زموږ چینل خوښ کړی ده او زموږ له خپرونو نه تاسو خوند اخیستی ده نو خیر دی تاسو موږ سره اوسېږئ زه مرځم دننه بازار ته او بازار نه به لیدن کوو او دغه بازار کې به له خلکو سره مرکې او خبرې کوو خبرې نن ډېرې نه اوږدومه نو زه ورځم د بازار ته طرف بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو ډېر خوشحاله یم چې نن داسې یو نمایشګاه ته راغلی یم چې اختر هم رانږدې ده او زموږ تکړه او بااستعداده مردان راغلي دي دلته د نمایشګاه په لار اچولې ده بسیار زیاد خوش شدم که امروز آمدم در نمایشگاه شما را دیدم سلام خسته نباشید تشکر زنده باشین شما تشکر نامتان سمیه محمدی خب محمدی صاحب از کدام ولایت هستین و چطور تشویق شدین که در نمایشگاه بیاین شما مسئولیت داشته باشید از ولایت بامیان آمدیم اینجا در نمایشگاه فعلا هیچ فروشی نیست این دزدوزیا کلشان مربوط شما میشه این از کدام ولایت آوردین کیها دی زحمت کشیدن اگر در مورد ازی بگوین اینا که اصلا کلا دستوزی بامیان است کلا خانمای بامیان دختر دستوزی بامیان است خب ارزانترین ازی تا چند هستن ارزانترینش تا 1000 است از 14000 الا 3000 2000 انقدر است دو ماه ماشه که ما بگیریم ما میتونیم که یک جوری زیره بگیریم مجبور دو ماه بر ازی ما منتظر باشیم خیره خدا مهربان است خب و در کل ما فعلا یک برند لباس دارم برام بنفش مشعل شرکت بنفش مشعل رئیس هستم و همچنان عسل از ولایت بدخشان میوه خشک از سمنگان و مزار شریف این بادام از کجا است؟ اینا بادام از مزار شریف است از چمتال هستن از ولسوالی چمتال و بادام ستاربایی میگنش برش این بادام ستاربایی است و پوست کاغذی است و مغزش بسیار خوب شیرین مزه دار است این از کدام ولایت است؟ این از ولایت سمنگان است دیگه این وطنی خود ما است ما یک قسم دیگه از این داریم چنایی است مکمل کل پوست یاش یک قسم است اندازه ویش ولی اینا وطنی خود ما هستن ببخشید خو زفری سبی چهارمغز هم از چین میاد این وطن اونامو چینایی هستن که مکمل یا تخمشان از چینایی هستن در وطن ما کشت میشن خب من میگم که باز خواست نیست فهیم جان خود قبول نمیکنه ما خود ما بسیار خوب چهارمغز داریم خب زفری صاحب این اصلا ما که میبینم برند شماست اینجا شما نامتان نوشته هستن این باز از کدام ولایت است اینا از راغ بدخشان هستن اینا عسلای کوهی هستن و بسیار کم در کابل که پیدا میشه و زیاد مردم به این رنگ عسل اصلا آشناییت نداره باز فکر میکنن که اینا عسل بدل هستن برعکس باز برعکس هستن اینا از بوته های خارها هستن و بوته تریاک بسیار عسل خالص 100% انگیزشدگی لابراتوار شدگی است اگر 99% هم باشه پس مشتری را ما ضمانت میدیم میتونه شما پیسیتون به دست بیارید سحر نوری هستم یک تن از نماینده اسپیشال خانگی خب نوری صاحب بسیار کلچه و
کیک و بعد چیزا شاید من نامش نشناسم مگرم خوردیم چرا که از این نمایشگاه ما بردیم دیگه عرض دیگه است که ما میبینم که نمیفهم که از کجا صحبت شروع شد. نوری زب کلش از خود شما در خانه پخته کردید؟ بله تمامش تولیدات خود ماست که اینجا یک تعداد محدودش است. البته فروشات شد که دیگر محصولات مدرا است. اینا تمامش توسط خانم‌ها در خانه آماده میشه. اگر در مورد از اینی بگوین که چطور پخته شده و تو بسیار پرکیز بسیار مقبول است. اینا کلچه‌های خانگی هستند که نظر به سفارشات مشتریای ما در منوی خود اضافه کردیم که این به یک دیزاین جدید است که از ما خواهش کرده بودن که دیزاین کلچه را تغییر بدیم که اینا هم خیلی فروشات زیاد است و مشتریاش بسیار زیاد هستند. خب این شیرین است که رقم شورم میان. خب بله اینا شیرین هستند. خب این چی میگن ببخشید نوری سر؟ گوشت فیل. او گوشت فیل بسیار ببخشید. خب یوم مرا نمی باز خوشم زیاد میاد ولی گوشت فیل فهیم جان عزیز. خب نوری سر در مورد ازی بگوین که فروشات ازی چطور؟ فروشات از او باز نسبت به تمام از فروشات از او بسیار زیاد است. چون این یک تعداد بسیار کم خانم‌ها یاد دارن و زحمت از بسیار زیاد است. از او خاطر این کار را که ایجاد کردیم یک سهولت است برشان که آنلاین سفارش میتن و در به منزل ما برشان تحویل میدیم. سلام درود بر شما. خدا کنه که جور و صحتمند باشه. سلام بر شما، سلام بر بینندگان. تشکر از شما. نام شما؟ شراره جلالی هستم. یک تن از فروشگاه ارزان بازار. تمامش تولیدات افغانستان، تمامش محصولات افغانستان است. اما این چیزایی را که میبینین کلچه و کیک و شیرینی بابا که میبینین این محصولات خانگی است که در خانه تهیه کردیم خود ما و میوه‌جات خشک است. اینا هم از وطن خود ما هستن. این هم چاکلیت است که چاکلیتی که در خانه خود ما ساختیم امروی دست ساخته شده که مغزیات از شیر است و کاکائو استش. بسیار یک چاکلیت مزه‌دار است. اینی چی هستن ببخشید؟ این کلچه است، کلچه خانگی است که درش از کم پودر کاکائو و دیگه ممپلی استفاده کردیم. وزدید دیگه ما مجبور از کل از جواب بریم خانه دیگه رقم خانه مال قدر نام خدا زیاد است اینجا تولیدات که من میبینم. حتما ان شاء الله و اینی سلامت باشین. اینی باز ترشی است دیگه. بله اونا ترشی است، ترشی اوری است که در خانه جور کردیم میشه. بسیار خوشمزه. در مورد محصولاتتان اگر بگوین. بله ما دیگه شروع کردیم و مسائل بدخشان میباشه. خب بدخشان. ما امروز فهیم جان با دوستایی که اینجا صحبت کردم اکثرشان از محصولات بدخشان هستن. اینجا بدخشان نام خدا در تولیدات پیش هستن. خب اینی چی هستن ببخشید؟ این چای بدخشان، چای کوی جنبلک میگن ایره. خب این به خاطر فشار است. جنبلک. خب بسیار خوب. و شما از استفاده میکنن؟ بعضی وقتا بسیار طعم خوبش داره، بعضی وقتا استفاده میکنم اما زیادتر وقتی کسایی هست که فشار داشته باشن دستشون حلال. خب بسیار خوب. و ببخشید در مورد ازی بگویم؟ این زرشک بدخشان این فقط وقتی چربی خون است. زرشک نام میدیم. خب اونو خوب اصل است. فهیم جان کمک ببخشید تو پسر برو کمک اصل خالص کتی کمری تو تکر نکنم. خب در مورد ازی بگویم ببخشید اصل خالص است. این اصل خالص است. بله این اصل خالص که ما خودمون از بدخشان آوردیم. خب 1% میگه دم تاسو ټول د خراغلا سوی ورغلی سونه ماجګاته او د نماجګانو به تاسو ته مرکه ولرو. تاسو کوشش کوئ د افغانستان له خپل تولید نه استفاده وکړئ که تاسو غواړئ چې زموږ وطن ترقي وکړي مخکې لاړ شو ځکه دغه محصولات چې ټول زموږ د وطن محصولات دي زموږ خپل تولیدات دي. سلام درود بر شما خسته نباشید. علیکم السلام روز شما بخیر. شکر. نام شما؟ حفصه قوس صدای. محصولات ما محصولات خانگی است، ساخت دست خانم است، خانه آماده میشه بدون مواد نگراننده، یعنی کاملا صحی طبیعی به بازار عرضه میشه. خب با تا جایی که مصاحبه سوال کردم و پرسان کردم از همکارای شما اینجا میگه بسیار فروشات شما کم است. حالا این نمایشگاه برای بسیار فروشات ما کم است چون از یک طرف آمازون است، از طرف دیگه فامیلا قدر نه. قسم مسئول شرکت سلین محصولات ما محصولات از خود بدخشان می باشه، شیرینی های بسیار مزه‌دار بدخشان می باشه، بادام بدخشان می باشه، چای به خاطر فشار خون بدخشان می باشه، زیره بسیار عالیش، زعفران است، آچار است، مربا است، دیگه یگان گلای تازه داریم. اینا محصولات خود ماست از شرکت سلین می باشه.
اول خود معرفی کنین و بعد از او باز در مورد نمایشگاه بگید. تشکر. عبدالصادق آشوری هستم، رئیس روابط عمومی اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان و یکی از برگزارکننده‌های همین ارزان بازار. چند مدت شده از آغازتان و تا چه وقت می باشه؟ تشکر. از تاریخ 21 رمضان شروع شده و تا اول عید فطر انشالله میجا هستیم. روز اولش هم کوشش میکنیم باشیم. معمولا خانواده هم روز اول ایدم خرید دارن. شبایی دردمند هستیم تا صبح انشالله در خدمت همشهریان میباشیم. کیا میتونن بازدید کنن؟ بازدید کننده عام است که همه میتونن، خانواده میتونن دیگه که نیاز دارن خریده آزادانه میتونن خرید خود انجام بدن، مشکل نداره. نامش تان ارزان مانده یا محصولات ما ارزان است؟ نه، ان شاء الله محصولات ارزان است، به خاطر از اینکه ما تولید کننده داخلی را تشویق کردیم که بیان جنس خود ارزان بفروشن. از تولید و مصرف ما مد نظر گرفتیم. مثلا کارخانه‌دار تولید خود میداد به نماینده میداد به عمده فروش میداد به دکاندار. اینجا سه ما گرفته میشد. ما خواستیم که همین تولید کننده مستقیم به مصرف کننده جنس خود برسانه. به همین خاطر اسمش گذاشتیم ارزان بازار. شکر. پیامتان میشتم. پیام از همشهری‌ها از تمام هموطنان می است که ان شاء الله بیان خرید عید خود از اینجا انجام بدن. به خاطر خودتان میگه که یک منطقه بسیار پر مزدحم است و مسئله بیروبار زیاد است. از اینکه برن داخل منطقه اونجا بیروبار شه و خانواده رفتن ندارن. ما اینجا پارک تفریحی هم داریم برایشان. طفلاشون هم میتونن بسیار آزادانه بیان ساتری بازی بکنن و خودشون هم هر جنسی که نیاز داشته باشن ان شاء الله ما داریم، میتونن خریداری بکنن. تشکر از شما. لطف کردین. تشکر از شما. سیتی وال میدیا را دنبال نمایید.